سلام، من مانیم و اینجا قسمت اول رپویکه. توی رپویک ما درباره ترک های رپ فارسی که توی هفته گذشته اومدن نظر شخصیمون رو میدیم، رتبه بندی میکنیم و اون رتبه یک امتیازی داره که به آرتیست اون ترک داده میشه و به ما کمک میکنه که خیلی ساده تر بتونیم بهترین آرتیست سال رو انتخاب کنیم. این هفته هم با 4 تا ترک اومدیم که هر 4 تاش مال آلبوم فرزاد قدیمیه. بدون هیچ معطلی بریم برای ترک اول. ترک اول چیزی که مال منه. میخواستم یه برگ باشم که توی پاییز وقتی میفته به چسبه به لباس تو. دلم میخواست نقاش باشی، من یه منظره باشم، بر نداری ازم نگاه تو. سعی کردم عادی باشم، بعد مدتی کوتاه شدم روانی بازم. میخواستم بیان پیشم هر احتیاجی داشتن. اول از همه باید بگم که خیلی نمیخوام درباره بیت های سعید دهقان صحبت کنم که خیلی شاهکار بودن تو تک تک ترک های آلبوم. بیشتر میخوام به لیریک فرزاد بپردازم، چون هر ترک بخوام بگم بیت فوق‌العاده بود، ملودی خفن بود و درام لاین خوبی داشت، خسته کننده میشه. فقط به لیریک میپردازم و به عملکرد آرتیست تو اون ترک. همون اول ترک ما استعاره های مختلفی رو از فرزاد میبینیم. میخوام برف شم، آب شم، نور شم، رود شم. اینجا بیشتر میبینیم که داره خودش رو به عناصر طبیعت تشبیه میکنه که خودش رو به اون آدمی که دوستش داره نزدیکتر کنه. تم اصلی ترک خواستن و نرسیدنه. تقریبا ما اول کلی از مصرع‌ها میشنویم که این رو خواستم اینطوری بشه، ولی در آخر ما نتیجه‌ای نمیبینیم که به اسم ترک میتونم بگم خیلی مربوط میشه این ذهنیت لیریک و همین چیزا باعث میشه که حس ناکامی و مثل حالت ناتوانی بیشتر و جالبی به ترک اضافه بشه. یکی از نقاط قوت ترک یا یکی از نقاط قوت فرزاد قدیمی که میتونیم بگیم تخصصشه این تشبیه هاییه که استفاده میکنه. به عنوان مثال تو همین ترک مثلا گفته بود که برگ شم بچسبم به لباس تو، یا رژ لبت شم وقتی خونیم، که خب همین تشبیه ها باعث میشه که مخاطب فقط ترک رو گوش نده، شروع کنه با ترک تصویر سازی کردن که باعث میشه خیلی بیشتر و بهتر با ترک همراه شه. قسمت بعدی کورس ترکه که نسبت به ورس ها میتونم بگم استعاره های کمتری داره که تصمیم خوبیه، یکم به ذهن مخاطب استراحت میده و این سادگی باعث میشه که تبدیل به یک کورس ماندگار شه، راحت تر میشه حفظش کرد در کنار اون ورسای سنگین و کورسش رو من دوست داشتم. آخر ترک هم حس اون بیگانگی و تنهایی رو خیلی خوب جنبندی میکنه. ما همو میفهمیم چون نمیفهمنمون. میتونم بگم که جنبندی کلی ترکه، یعنی خلاصه کلی ترک رو میتونیم همین بذاریم که دوتا آدمی که کل دنیا درکشون نمیکنه و اینا رو نمیفهمه. و در کل اگه با فضای احساسی این ترک خوب اخت بگیری، حس خوبی بهش داشته باشی، حال بکنی باهاش، یکی از ترک های مورد علاقت میتونه بشه و به نظر من رتبه دوم ترک های خوب این هفته رو میتونه به دست بیاره. ترک بعدی چی رو باید باور کرد از فرزاد قدیمی. چی رو باید باور کرد، چی زندمون آخر سر. این ترک هم مثل ترک قبلی بیت خوبی از دهقان داره. ترک با یک کورس شروع میشه که کورسش یک چیز تازه برا من از فرزاد داشت. تا حالا ندیده بودم فرزاد این حرکت رو انجام بده، یا اگه انجام داده بود یادم نیست. یک کورس ملودیک ما داشتیم که میتونم واقعا بگم یه چیز جدیدی بود از فرزاد برام. همون اول ترک توی کورس ما میشنویم که میگه چی رو باید باور کرد، کی زنده موند آخر سر. این مثل یک سوالی توی ذهن شنونده به وجود میاره و یک ابهامی به وجود میاره، یک تردیدی به وجود میاره که یکی از قسمت‌های مهم ترکه به نظرم. یه نکته دیگه ترک اینه که همش بین ناامیدی و امید در حال حرکته و میتونم بگم که اون ابهام و تردیدی که همون اول ترک به ما داده میشد رو ما خیلی خوب جلوتر میبینیم با همین امید و ناامیدیه. یه جا از زخم‌ها و تنهاییش میگه و یک جا از این که هنوز سرپاس و داره ادامه میده میگه. از نظر فضای احساسی این ترک درباره ناامیدی،
فقدان و ادامه دادنه، نه کاملا غمگینه و نه کاملا امیدوار و همون حس و حالیه که ما میتونیم از کورس بگیریم و میتونیم بگیم با کورس خیلی خوب هماهنگه. تنها ضعفی که ترک برام داشت ورس 2 کار بود. به نظرم اندازه ورس 1 و حتی کورس کار خوب نبود، ضعیفتر پیش رفته بود، مصرع‌های جالبی زیاد نداشت و آخر ترک هم اتفاقی که میفته به نظرم جالبه. هیچ جوابی برای سوالی که به وجود اومده بود نداشتیم ما، یعنی تا آخر ترک ما رو با همین سوال رها کرد که چی رو باید باور کرد و در نهایت این ترک نسبت به ترک قبلی استعاره های کمتری داره. بیشتر فرزادی رو میبینیم که خیلی روتر داره صحبت میکنه، خیلی روتر داره رپ میکنه و یک ورس 1 خوب داریم، یک کورس خوب داریم و یک ورس 2 ضعیف که باعث میشه این ترک رتبه 3 ترک های خوب این هفته رو به دست بیاره. ترک 3 ما قمار مجدد از فرزاد قدیمی. معمولا میخوام سری تا خونه بگازم، با اینکه خیلی وقت بردم زوده ببازم. یه بغل ریز موقع سلام و خدافزی، عجیب عطرت مونده روی لباسم. نمیتونم از خودم همیشه بگذرم، انتقام نه الان توی مسیر بهترم. یه چیزی که خیلی تو این ترک به چشم میاد اون لحن عامیانه‌ایه که فرزاد داره، انگار داری یک گفتگو رو میشنوی. فضای کلی ترک برا من یک حالت عاشقانه یا بیشتر درباره بلوغ یک آدمه. تو ترک مصرعایی مثل نمی کنم اعتماد راحت یا الان کم پیش میاد کسی رو مسخره کنم نشون میده که شخصیت ترک یکم پخته تر شده و از اون قالب گذشتش خارج شده، یک شخصیت جدیدتری شده. یکی از بهترین قسمت های ترک برای من مصرعیه که میگه هر آدمی داره کلی نقطه ضعف گنده، قایمشون میکنه چون که کلی ضربه خورده. این خب از اون مصرعاییه که باعث میشه مخاطب با ترک همزاد پنداری کنه، چون خیلیا این حس رو تجربه کردن. و از نظر ساختاری هم ترک میره سمت عشق، دلتنگی، ناامیدی، پول و باز دوباره برمیگرده به دلتنگی. با اینکه کلی این ذهنیت در طول ترک تغییر پیدا میکنه، ما باز یک ترک یک دست رو میبینیم. یعنی ترکی نیست که برگردی بگی فرزاد مثلا 4-5 تا ورس جدا نوشته و از هر کدومش یک قسمت رو در آورده و زده قده هم دیگه. ترک یک پارچه است با اینکه موضوعها و ذهنیت‌ها هی تغییر پیدا میکنه و تنها نقطه ضعف ترک به نظر من نبود یک کورسه. ما یک ترک کاملا رپ میشنیدیم، یعنی یک تیک داشت فرزاد میخوند بدون هیچ کورسی که میتونم بگم خسته کننده میکرد دیگه. این همه مصرع‌های مثلا خوب پشت سرم، مصرع‌هایی که ذهن مخاطب رو درگیر میکنه و یک لحظه مثلا اون وسط یک فضای خالی کورس نیازه که مخاطب اصلا به چیزی که تا اینجا شنیده فکر کنه، که این رو نداشت. اگه داشت به نظرم ترک خیلی بهتری میشد از چیزی که الان هست. ولی خب در کل ترک جالبیه، من دوستش داشتم. حتی با نبود یک کورس میتونم بگم چیزی از خوب بودن ترک کم نمیشه و برای من رتبه 4 ترک های خوب این هفته رو به دست میاره. و اما ترک آخر و بهترین ترک این هفته، رفتم دنبال خوشبختی. هرچی حس بدی بهت بده کس شره، با خودت تعارف نکن ولش کن بره. به نظرم مهمترین و بهترین قسمت این ترک اون ذهنیتیه که داره که همش داره حول محور یک چیز میچرخه، گشتن دنبال خوشبختی. و خب همین باعث میشه که وقتی ترک تموم میشه احساس کنی که یک مسیر کاملی رو تو طی کردی. شروع ترک خیلی قویه، رفتم دنبال خوشبختی، حس میکنم دیگه فرصت نی. بدون هیچ مقدمه‌ای مخاطب رو وارد موضوع اصلی ترک میکنه، وارد دغدغه اصلی ترک میکنه، نشون میده به ما که این ترک یک بحران درونیه. چیزی که بیشتر از همه میتونم بگم به چشم میاد و برام جالب بود تو این ترک، تغییراتی بود که برای مخاطب، برای اون کاراکتر ترک به وجود میاد. اول از همه دنبال خوشبختی توی آدم ها میگرده و بعد
ناامید میشه، ناامیدی به وجود میاد و بعدش متوجه میشه که شاید خوشبختی چیزی بیرون از خودش نباشه. مصرع باید تو خودم میگشتم واسه حال خوب یکی از مصرعای مهم این ترک به نظرم، چون که پیام کلی ترک رو تو یک مصرع داره انتقال میده. و یکی از قسمتایی که از آهنگم خیلی دوست داشتم جایی بود که میگفت فکر کنم خوشبختی یعنی همین الان، چه وقتی کسی کنارم باشه چه وقتی تنهام. دیگه یکی از مصرعای جالبه و مسیر ترک هم میتونیم بگیم مشخص میکنه به شکلی. و در کل این ترک من رو یکم یاد ترک مون از فرزاد انداخت که مصرع‌های خوب پشت سر هم ما میشنیدیم و این ترک جالب بود، درباره یک بحران درونی بود، فکر کردن به مفهوم زندگی، به زندگی اصلا درش مشخصه و به نظرم حقشه که بهترین ترک این هفته رو بشه. ممنون که تا اینجای ویدیو با من همراه بودید. بهترین ترک این هفته 100% رفتم دنبال خوشبختی از فرزاد قدیمی شد. کلن فرزاد توی آلبومهاش میتونم بگم آرتیست بهتریه، آرتیستیه که توی آلبوم بیشتر میتونه خودش رو نشون بده. توی آلبوم‌های قبلیش خیلی خفن بوده، آلبوم قبلیش میتونم بگم واقعا خوب بودن و امیدوارم همینطوری پیش بره، همینطوری آلبوم‌های بهتر و خفن‌تر از این آلبوم‌ها بده و بترکونه. شما هم حتما توی کامنت ها بهمون بگید که توی هفته گذشته از چه ترکی خوشتون اومد، از چه ترکی بدتون اومد. این ویدیو رو لایک کنید، چنل رو سابسکرایب کنید و تا درودی دیگر بدرود و تا آلبومی دیگر فرزاد قدیمی. میدونم چه حسی پنهونه پشت صورت، من ماهی بودم که حل شد توی حوض خونت. یه عکس یادگاری ازم نگه دار تو کولت، از هر مشتی بهم خورده زنگ.